برادران و خواهران عزیز، آیا می دانید احترام پدر و مادر و نیکی کردن به آنها چه اهمیت و خصوصیت دارد؟ متاسفانه امروزها بعضی مردم احترام پدر و مادر و نیکی کردن به آنها را فراموش کرده اند. با پدر و مادر چنان بدرفتاری می کنند که حتی چطوری که می بینیم به قتل پدر و مادر هم دست می زنند. العیاذ بالله. برادران و خواهران عزیز، بدانید که احترام پدر و مادر و نیکی کردن به آنها اهمیت خیلی بزرگی دارد که خداوند حتی کلمه اوف گفتن را که اظهار ناگواری و کمترین کلمه رنجاور است منع کرده است. برای ما و شما همین قدر کافی است که الله متعال نیکی کردن به پدر و مادر را در برابر عبادت خود ذکر کرده است. و این سخن پروردگار خوب گوش اندازید. استعیذ بالله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظیم. و پروردگارت چنین مقرر داشته است که تنها او را پرستیش نمایید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آنها یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند حتی به آنها کلمه اوف مگو، یعنی کمترین کلمه رنجاور به آنها نگو و بر سر آنها فریاد نزن و با نیکی و بزرگوارانه به آنها سخن بگو و از روی مهربانی بال فروتنی و خاکساری برای آنها فرود آر و بگو پروردگارا به آنان رحمت آور همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند. و در دیگر جا خداوند می فرماید استعیذ بالله وصینا الانسان بوالديه احسانا. صدق الله العظیم. یعنی ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. در روایت بخاری و مسلم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که کدام عمل افضلتر و بهتر است؟ فرمودند ایمان آوردن به الله و رسولش، بعد از آن نیکی کردن به پدر و مادر. در بابت اهمیت احترام پدر و مادر و نیکی کردن به آنها آیات و احادیث بیشمار وارد شده است. همین قدر که بیان کردیم برای انسان عاقل کفایت می کند. اما در بیان عاق والدین هم خوب گوش اندازید که چه وعیدهای سخت وارد شده است. اولا بدانید که عاق چی معنی دارد. عاق به معنی نافرمانی و رنجاندن است. بسیاری ها گمان می کنند که تا زمانی که پدر یا مادر عاقت کردم یا تو عاق هستی نگوید فرزند عاق نمی شود، حال آن که با کمترین گفتار یا کرداری که پدر یا مادر برنجد فرزند عاق به شمار می رود. ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که وقت فرزند در کنار پدر لباسش را شپاند و گرد و غبار بر سر پدر برسد فرزند عاق می شود. رنجاندن پدر و مادر از بزرگترین گناهان کبیره به شمار می رود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن را در برابر شرک به خدا قرار داده است. العیاذ بالله. در روایت صحیحین آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به اصحابش فرمودند آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره باخبر نسازم؟
این سخن را 3 بار تکرار نمودند. گفتند آره یا رسول الله. فرمود شریک آوردن به خداوند و نافرمانی و رنجاندن پدر و مادر. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقت این را فرمودند تکیه زده بودند. آنگاه نشستند و فرمودند آگاه باشید دیگری سخن دروغ و شهادتی بر دروغ است. و این جمله را همچنان تکرار می فرمود تا اینکه با خود گفتیم ای کاش سکوت می فرمود. بله برادران و خواهران عزیز، رنجاندن پدر و مادر در برابر شرک به خدا و از بزرگترین گناهان کبیره به شمار می رود. و خوب به یاد داشته باشید که چه رفتار با پدر و مادر می کنید همان رفتار را از فرزندانتان البته می بینید. عدالت پروردگار هرگز هیچ کسی را بی جزا نمی ماند. و السلام علی من اتبع الهدى.